سلام، محمد سعیدیم. امروز میخوام باهاتون در مورد یه چیزی صحبت کنم که خیلی ساده است ولی میتونه تجربه قهوه خوردنتون رو زمین تا آسمون تغییر بده. تمرین‌های حسی که میتونید تو خونه انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی یه قهوه رو میخورین، عوض اینکه بگید اه چقدر تلخه یا چقدر ترشه، یه مقداری با دقت بیشتری قهوه رو بخورید. مرحله اولی که بهتون میتونم پیشنهاد بدم اینه که قهوه رو بعد از اینکه آسیاب کردین، دفعه بعد این کارو انجام بدین. بعد از اینکه آسیاب کردین قهوه رو بو کنید، دماغتون رو نزدیک کنید، بو کنید، ببینید یادآور چه بوییه برات. بوی میوه میده، بوی گل میده، بوی آجیل میده یا ادویه یا هر چیز دیگه‌ای. یعنی صرفا باید یادآور یک بویی برای شما باشه. و اینکه اگر اولش فقط بو کنید و بگید این که بوی قهوه میده، هیچ ایرادی نداره. یواش یواش میتونید اینو تمرین بدید، تقویتش کنید و چیزای جذابتری از توش در بیارید. بیایید با هم مرور کنیم اینو که دفعه بعدی که میخواید قهوه بخورید، علاوه بر اینکه بو میکنید و ببینید یادآور چه بوییه براتون، قهوه رو وقتی میخورین سری قورتش ندین. اینطوری سری قورتش ندین. تو دهنت بچرخون و با زبونت لمس کن و سعی کن بفهمی که شیرینی بیشتره، ترشی بیشتره یا تلخیش بیشتره. اصلا شیرینی شبیه شیرینی شکلات یا میوه. و از اینکه اشتباه بکنید نترسید. قهوه هیچ وقت جواب دقیق و درستی برای شما نداره و همه چیز بستگی به تجربه شخصی شما. یه راه دیگه که میتونم بهتون پیشنهاد بدم اینه که این سری قهوه رو کنارش یک خوراکی دیگه هم تست کنید. مثال یک تیکه سیب، یک شکلات سفید، شکلات تلخ، هر چیزی. این ترکیبش با قهوه رو حس کنید. اول سیب بخور، بعد قهوه بخور و این ترکیب طعم‌ها رو با هم احساس کنید. این کمک میکنه که حافظه طعمی شما تقویت میشه و دفعه بعد اگر قهوه‌ای دارید میخورید که مزه یک میوه خاصی رو میتونید توش احساس بکنید، طعمش رو خیلی سریع‌تر، خیلی راحت‌تر بتونید اون رو دریافت کنید. یه کار خیلی ساده‌ای که میتونید انجام بدین اینه که توی خونه 3 تا لیوان بذارید، داخلش آب پر کنید به مقدار خیلی کم. توی یکیش شکر، توی یکیش آب لیمو و توی یکیش هیچ چیزی اصلا نریزید. یا حتی میتونید نمک اضافه کنید و به مقدار خیلی کم، تا حدی که تلاش کنید ببینید این آبها با هم چه فرقی دارن. این تمرین کمک میکنه که شیرینی، ترشی، شوری و تلخی رو بتونید خیلی بهتر دریافت کنید. نکته بعدی اینه که آگاهانه خوردن. اصلا غذا دارید میخورید تو خونه، سعی کنید که آگاهانه غذا بخورید. یعنی به این فکر کنید که چه ادویه‌ای میتونه داشته باشه. دقیقاً این مزه‌ای که الان داره میاد مال چیه؟ یا حتی توی نوشیدنی ها، توی خوراکی ها، توی هر چیزی که دم دستتونه، یک مقداری با دقت بیشتر، با آگاهی بیشتر این کار رو انجام. و اینکه یادتون باشه که شما نه مسابقه دارید میدید، نه کسی ازتون امتحان میگیره، نه چیزی. صرفا خودتون دارید با لذت قهوه میخورید، با لذت تمرین میکنید و یه روز وسط یه قهوه خوردن میگید وای این قهوه مزه مثلا هلو داره میده. و همین دریافته کوچیک، همین کشفیات کوچیک به شدت میتونه براتون لذت بخش باشه. پس تمرینای حسی رو کلا سخت نگیرید. صرفا یک تفریح ببینید، یک فان ببینید. هر بار قهوه میخورید بو کنید، بچشید و بهش فکر کنید. این باعث میشه که تجربه قهوه نوشیتون روز به روز بهتر و بهتر بشه. و مثل همیشه اگه این ویدیو به دردت خورد، احساس میکنی به دردت میخوره، که من هم خوشحال میشم که به دردت بخوره، کنارمون باش، همراهیمون کن. ویدیوهای بعدی میبینمت.